قبل اینکه برم تو فوشترم یه نگاه کنم. اینا یهو غافل گیرم میکنن. اینجا کسی نیست، اینجا هم کسی نیست. یا بلفز ای بابا کم مونده بود گازم بگیره. میشه نمیترکم پس. معدنچی ها خنگار جونشون خیلی زیاده. آره بهترین کار هدشات زدن. اما وای این چی بود؟ از پشت خنجر میزنی لعنتی؟ نمیری. نارنجک باید بندازم که نارنجک هم کمه. حالا باید برم تو. این تله رو نگاه کن. ایول خوب شد حواسم بود. این چی بود؟ گرز رستم. اونجا هم درد گرفت. بالا هم که چیزی نیست. خود تله اینجا یه نفر پشت در بچه ها. باید برم پشت. در پشتی کجایی؟ نه همونجاست. به تو بقل همون بمیر. بابا بازار اینجا بیچاره مرده. تلم که خونسا شد. بده من الفاطمه مع صغرا. گفت صندوقه بابام اینجا چیکار میکنه؟ ببینم چی توشه. بینم از آخریش. ای بابا این که پر خالیه. کلن کنسل لوبیا این تو گذاشته. این پرنده بمیر بابا. تو چی میخوای؟ تو از کجا اومدی؟ ای بابا چرا نمیرن اینا؟ ای بابا برو اون چاقالو. بهتره همه رو جمع کنم اینجا و یه تیر همه رو نابود کنم. آره بهترین کار اینه. حفظ مهمات بهترین چیزه تو این بیابان. اونجور که شاعر گفته لنگ کفشی در بیابان نعمت هست. آفرین. به به عجب ضربه ای. چند تا شد بچه ها بشمارید؟ نفهمیدم. تو کامنت ها بنویسین. یه تیر رو فکر کنم یه 15 تایی شد. اون چی میگه اون بغل؟ خونریزی داره. ای عمو این دار یا خوابه؟ انگار مرده. صدای چیه؟ اینجا شبیه آقاسی میاد. لنگون لنگون پرسون پرسون. ای عمو کجایی تو؟ زنده یا مرده؟
اینجا هم که چیزی نیست، انگار توی بالکنه. ببینم چرا این شکلی وایستادی؟ چیزو رد کن بیار. مأموریت تمام. تو هم که اینجا مردیه. بهتره برم پیش شمسی، این شعرم براش بخونم. شمسی شمسی شادی ملکه قلبم دنم. تونستی بگیری؟ آره صاحب خوردم بود. من از بعضی از کارهای اینجا خبر دارم. جدی میفرمایید؟ من نگران منابع آب شهرم. یک خط لوله زیر شهر وجود داره که به رودخونه میریزه. تو بیابون دنبال نقشه های لوله آب بگرده و اونا رو واسه من بیار. بابا مشکلی نیست، اما به یه شرط. امشب باید برام قرمه سبزی درست کنی با دنبه فراوون. ای بابا خفاشا مگه شب نمیان بیرون؟ لعنتی ها بمیرید دیگه. ای بابا آخ لعنتی از پشت سر پنجولتو کرده تو کمرم که. انگار تو این دره یه خبره یه دیگه گفتم. ای وای بابا بمیر دیگه تو. انگار یه تله اونجاست بچه ها نه؟ آره تو هم خونسا شو ببینم دور اطراف. نه امنه. نه اینم که خالیه. خب کجا برم؟ صدای چی بود؟ یا حضرت چاقالو. آقا تو از کجا اومدی؟ لعنتی شبیه بمب اتم بود. باید با احتیاط باز کنم. قرمز پوشا اینجا ببینم. دیدی گفتم. آخ این لعنتی تو از کجا اومدی؟ اینم که خالی بود. در بعدی بابا من که جرئت نمی کنم برم تو. یواش یواش. از این بر اومد. تو هم بترک یه بررسی کنم ببینم. نه یه در دیگه. خب تله مله نباشه. معدن چی؟
لعنتی اینجا رو با جنگل اشتباه گرفتی تو. چقدر تله کار گذاشتم. در خروج از این وره برم بیرون. تله رو ببین. وای مادر. آخ بمیر بابا. اینم از نقشه. خب فالوورای عزیز، تا من برگردم پیش شمسی جون لطفا لایک و کامنت یادتون نره. لطفا کانال ما رو فالو کنید، اون زنگوله رو بزنید. ممنون.